محمد امین، من که میشناسمت، ولی معمولاً برای عده‌ای که شاید تو رو نشناسن چطور خودتو معرفی میکنی؟ کارگردان جوان سینمای ایران، یا شاید جوانترین کارگردان سینمای ایران. بله. متولد چه سالی هستی؟ من 1382. 1382. بله. یعنی چند سالت میشه؟ کلا الان میشه میرم 23. یعنی هنوز 23 هم نرفتی. بابا آفرین. بعد از اول عشقت کارگردانی بوده یا نه؟ خواستیم فوتبالیست بشیم که نشد. فوتبالیست میخواستی بشی و الان کارگردان شدی؟ بله. خب این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ ما از اونجا که تو شهر زنجان زندگی میکردیم، اصالتا خب آذربایجان شرقی زندگی میکردیم، اونها اصالتا هم اونجایی هستیم. تو کوچه ها و بچه ها فوتبال بازی میکردیم، کلا عشق به فوتبال بود دیگه. خلاصه اومدیم سمت و سوی فوتبال، اومدیم به صورت حرفه‌ای زندگی بکنیم فوتبال رو. کلا برعکس شد زندگیم و یک ناامیدی اومد سمتم که گفتن نمیشه و واقعا این عشق به فوتبال الانم هست، ولی در کل مسیرم عوض شد به خاطر یک ناامیدی که تو زندگیم پیش اومد و باعث شدش که حتی فوتبال انقدر برام عشق بود که از زنجان کوبیدم به سمت تهران که بخوام فوتبال. بله، که بخوام آینده‌مو عوض بکنم، بخوام خودمو ثابت کنم به خانواده‌ام و از اول دوست داشتم افتخار خانواده‌ام باشم. گفتم این فوتبال یک مسیر رو برام در واقع باز کرده و یک مسیر جدیدیه برام که بتونم خودم رو هم به خانواده‌ام هم به مردم خودم ثابت بکنم که محمد امین دوستی دوست داره که این استعدادی که داره رو دوست داره همه ببینن. و واقعا هم تو فوتبال استعداد داشتی؟ واقعا استعداد داشتم، نه اینکه حالا خودم بخوام بگم این رو. من خیلی از مربیایی داشتم که میگفتن منو دقیقه 90 میآوردن داخل که گل نهایی رو من بزنم و واقعا هم این کار صورت میگرفتش، ولی در کل فوتبالم تموم شد. بعضیا میگن فوتبالمون به خاطر مصدومیت بوده، ولی من اینجوری نبودم، همه جوره آماده بودم و تا الانم شاید مصدومیت جزئی داشتم ولی مصدومیت کلی نداشتم که بگم آقا رباط پام بوده فلان، ولی کلا ناامیدیه باعث شد فوتبالو بذارم کنار. این حرفو باید کسی بزنه که محمد امین یا دوران حرفه‌ای فوتبالش تمام شده باشه یا اینکه یه مصدومیت سختی رو تجربه کرده باشه. محمد امین دوستی توی اوج دوران جوانیش چی میشه که شکست میخوره از فوتبال جدا میشه؟ یه بحثی شدش که من قرار بودش توی یه تیمی برم بازی بکنم و اومدم به سمت تهران از زنجان و به این امید اومدم که دیگه تمومه، قرار دادم و بستم و تموم. وقتی که اومدم خب بازیمو دیدن و به قول گفتنی خیلی خوششون اومد مربی‌ها، گفتن خب این بازیکنیه که ما میخوایم. واقعیت هم همین بود و الان بازیکنایی که الان تو تیم‌های بزرگ دارن بازی میکنن، تو پرسپولیس و استقلال، هم بازی‌های خودم بودن. بعد ما در کل اونجا یک مربی بودش که گفتش محمد امین باید شما یک مبلغی رو پرداخت بکنی که بتونیم ادامه بدی به مسیرت، که من خب پول نداشتم و باعث شد که مسافرکشی بکنم و 2 سال مسافرکشی میکردم. حتی شاید خانواده‌ام هم نمیدونستم من مسافرکشی میکنم، شاید خستگیامو خانواده‌ام میدیدن، ولی دوست نداشتم اینو به زبونم بیارم که خانواده‌ام بفهمن من دارم مسافرکشی میکنم و باعث شدش که کلا استوکامو بذارم تو خونه دیگه بیام بیرون. من نشد. پول نداشتی که واقعا به عشقت برسی؟ بله. پول واقعا نداشتم. اگه پول داشتم این کار رو انجام میدادم، چون میگن آدم به سمتی میره که عشقش باشه و نصیب من نشد. شکست عشقی خوردی یا شکست ورزشی؟ هر دو با هم. واقعا فوتبال تمام زندگیم بود، واقعا، و اسطوره هایی تو ذهنم ساخته بودم و
همیشه خب تصویرسازی از خودم میکردم. انقدر زندگیم بودش که شبا هم خوابشو میدیدم. گفتم محمد امین دوستی تو استادیوم آزادیه، دارن اسمشو صدا میزنن. خب اینا تصورات ذهنیم بود و گفتم خب هر کسی هدف رو داشته باشه شاید سختی داشته باشه، زندگی خب پستی بلندی زیاد داره. گفتم میرسی، اشکال نداره، این سختی ها رو میری جلو. ولی نشد. محمد امین تو تمام طول دورانی که شاید عشق فوتبال تو سینت بود اما ازش دور بودی و پشت فرمون ماشین بودی، باید تو زمین سبز فوتبال می بودی اما رو زمین آسفالت و ماشین و این شرایط داشتی عمر میگذروندی. تو تمام این دورانی که پشت فرمون ماشین بودی و برای عشقت داشتی مسافر کشی میکردی، چه حسی داشتی؟ تو ذهنت چه رویا پردازی هایی میکردی؟ این عشق اصلا من به خاطر فوتبال مسافر کشی رو شروع کردم. زمانی که گفتن باید پول داشته باشی بیای، من خب رفتم یه شب تو خونه فکر کردم تا صبحم بیدار موندم. گفتم یه کاری بکن که حداقل خودتو از این داستانه بکشی بیرون. شاید شد. خب من همیشه میگفتم تو زندگیم، گفتم محمد امین هیچ چیزی برای تو نشد نداره، هیچ چیزی باید بشه. و خب سختی زیاد کشیدم تو این داستان و مسافر کشی هم به من عشق میداد. شاید مثلا گرما میکشیدم، خب خیلی تابستون خیلی خب برای آدم فشار داره، یعنی فشار هم ذهنی داره، فکر درگیره و از این ور کلا حال آدم خراب میشه تو این هوای گرم. ولی اون عشق انقدر برام جذاب بود که دوست داشتم واقعا برم. یعنی خب خیلی خسته میشدم ولی میگفتم این خستگی بهم عشق میده، چون تو اون هدف رو داری و باید برسی. و تو ذهنم مستطیل سبز کلا برام تصویر سازی میشد. یعنی تو کل اون دوران یه عشقی داشتی که به عشق اون عشقه همه این سختی ها رو تحمل میکردی. بله. واقعا میشه با رویا داشتن زندگی سخت و محمد امین تحمل کرد یا نه؟ با رویا داشتن 100%. خب من خب شاید نظرم متفاوت تر از بعضیا باشه. میگم خب من یه عشقی رو داشتم به خاطر اون عشق همه سختی ها رو هم لمس میکردم و هم تجربه داشتم میکردم. خب گفتم میرسم دیگه. گفتم تو زندگی من هیچ چیزی نشد نداره، من میتونم. یعنی من میتونستم این سختی رو در واقع تجربه بکنم و بهش برسم ولی نشد. میگم به خاطر یک موضوع پول کلا زندگی به بوم بس. لزوما این حرفای زردی که میزنن میگن عشقشو داشته باشید و تلاش بکنید تا برسید، همیشه هم جواب نمیده. بله. یعنی ما خیلی وقت تو زندگیمون تلاش میکنیم، عشقشو داریم، شب بیداریشو داریم، کار کردنشو داریم، اما انگار این دنیا یه جور دیگه کار میکنه و برای تو با پول کار میکرد. و چقدر جوان دیگر رو میشناسیم محمد امین که عشق فوتبال بودن اما به خاطر همین پول لعنتی نتونستن به آرزوشون برسن. من 2 رفیق صمیمی دارم و از بچگی باهاشون بزرگ شدم. خب اونا هم علاقه به فوتبال رو داشتن، با من خیلی از تستا رو می اومدن و در کل اونا هم نرسیدن به آرزوشون، کلا نرسیدن و فوتبال رو کلا گذاشتن کنار و الان هم یه جاهایی دارن کار میکنن که اصلا کلا زمین تا آسمون فرق میکنه و زندگیامون فقط به خاطر پول کلا به عشقمون نرسیدیم. اینجوری بگم خیلی بهتر. هم از هم جدا شدید و هم به عشقتون نرسیدید. تا حالا شده گلایه بکنی بگی چرا بابا بهم کمک نکرد، چرا مامان بهم کمک نکرد، چرا زمین نفروختن من فوتبالیست شم، چرا فلان کارو نکردن، مامان طلا نفروخت من فوتبالیست شم؟ هیچ وقت گلگی کردی به بابا و مامان؟ واقعیتش نه، این کارو نکردم. دوست داشتم محمد امین رو پای خودش وایسه. از بچگی خب من درست الگوام از اول الگوم خب پدرم بود. پدرم خب خیلی سخت کار میکرد، رو پای خودش وایساده بود. میتونم بدونم شغل بابا چی بوده؟ شغل بابا کلا تو دانشگاه کار میکردم. پدر کارمند بود. بله کارمند دانشگاه بودن. ولی در کل من گفتم خودم بعد رو پای خودم وایسم. خب شاید الانم دارم این مصاحبه رو انجام میدم، پدر نمیدونه من مسافر کشی کار کردم و تا الانم
بهشون نگفتم، چون دوست نداشتم بگه من هستم چرا تو داری اینجوری کار میکنی، ولی دوست داشتم رو پای خودم وایسم بگم خب من این سختی ها رو تجربه کردم به عشقم رسیدم. یعنی تو از این آدمایی هستی که احساس میکنم اعتقاد داری اصلا وصاله بدون درد معنا نداره، حتما باید یه سختی رو تجربه بکنی. یه مثالی هست میگن آقا تا دردشو نکشی قدرشو نمیدونی. حالا این سوالو میپرسم چون میدونم که دهه 80 هستی. محمد امین، فکر نمی‌کنی بچه‌های دهه 80 شاید این سختی کشیدن رو دیگه نمیخوان و یک مقدار شاید دوست دارن همه چیز رو به راحتی به دست بیارن و یک کم راحت طلب شدن؟ نظرت راجع به همسن و سال خودت چیه؟ دهه 80 که به قول گفتنی دقیقاً همین موضوعی که میفرمایید هستش، دوست دارن یه شبه به اون هدفه برسن، ولی به نظر من اینجوری نمیشه. کلا باید اون سختیه رو، میگم تو زندگی محمد امین دوستی کلا اینه که اون سختیه رو باید تجربه کنی بعد به اون چیز برسی. ولی دهه 80 یا کلا خب من خودم قبلا آدم عجولی بودم، خیلی آدم عجولی بودم، گفتم باید بشه، باید یه شبه بشه، اگه خدا بخواد 100% میشه. و من اعتقاد به اینم دارم و اینکه همیشه من با خدا راز و نیازم میکردم. خب دهه 80 به قول گفتنی میگم انقدر از اونجایی که عجول هستن دوست دارم به این نقطه هدف برسم، ولی به نظر من اشتباهیت این داستانم به خاطر اینه که پله ها رو باید از طبقه 1 بری طبقه 2 و به ترتیب بری به سمت بالا. کلا به نظر من اینجوری بری میرسی به اون هدفه، ولی من برعکسم. خب از من شاید خیلی کسا هستم به عشقشون نرسیدن، خب اکثرا هم به خاطر خب شرایط مالیشون بود و منم یه دونه از اونها. شاید هم محمد امین اینجوری باشه چون بعضیا تو زندگی باید تلاش بکنن از -1 به 0 برسن و از 0 شروع بکنن، اما بعضی از آدما تو زندگی بخت باشون یاره، از 0 شروع نمیکنن، از 50 شروع میکنن، از 80 شروع میکنن به 100 میرسن. شاید هم بچهای نسل الان اون ارتباطا رو ندارن، اون پارتیا رو ندارن، شاید خیلی از امکانات رو ندارن که نمیرسن. واقعا نمیشه با قطعیت راجع به نوجوانای دهه 80 صحبت کرد و واقعا آره خیلی وقتا اینا مستعدن و میدونن که من استعداد دارم، اما متاسفانه انقدر شرایط براشون سخت پیش میره، انقدر موانع سر راهشون هست، انقدر استعداد داشتن کافی نیست که شاید این بچه‌ها مایوس میشن و میدونن استعداد دارن، حق خودشون رو یه چیزی میدونن، اما دیگه شاید انگیزه تلاش کردن و رسیدن ندارن. محمد امین، آیا اونجایی که داشتی رانندگی میکردی با آمال و آرزوهات خداحافظی کردی یا بالاخره با این ماشین به یک مقصد خوب هم رسیدی؟ من با این ماشین زمانی که خب میگم به خاطر فوتبالم این مسافرکشی رو شروع کردم دیگه، در کل وقتی که ناامید شدم رفتم تو سمت سوی خودم، گفتم به تحصیلاتم برسم، حداقل شاید با تحصیلاتم به یک جایی برسم. عشق میکردم با این داستان. وقتی که داشتم مسافرکشی میکردم یه آقایی رو سوار کردم و کلا مسیر زندگیم عوض شد. یعنی محمد امین دوستی که ناامید شده بود و درصد امیدش به نظر من که اونو لمسش کردم 5% بود، با دیدن این آقا کلا شد 95%. خب اگه بخوام توضیح بدم، زمانی که داشتم مسافرکشی میکردم سر این میدونی بودم، یا آقایی رو سوار کردم و سوار ماشینم شدن. منم همون حین داشتم فیلم نیسان آبی رو میدیدم، نیسان آبی 1، و خیلی با اون فیلم شبا میرفتم نگاه میکردم اون فیلمو و خیلی هم باش ارتباط گرفته بودم با اون فیلم. زمانی که این آقا سوار شد گفتن جوان چه چهره به قول گفتنی اورجینالی داری و چقدر حال میکنم با این سنت داری مسافرکشی میکنی و از تو نیست واقعا. شاید الان تو مسافرکشی های الان نگاه کنی همشون در واقع به قول گفتنی سنا بالا و جوونی مثل تو، مثلا کسی که 16 سال 15 سال سن داره مگه میشه مسافرکشی کنه؟ شب بود. چه ساعتی؟ ساعت فکر میکنم 8 اینا بود. بعد نترسیدی مثلا یه یاری نشسته اون پشت میگه چقدر خوشگلی چقدر خوبی؟ چرا؟ اتفاقا این ترسه رو داشتم. بعد
خودشون رو معرفی کردن و دیدم برادر در واقع یکی از کارگردان‌های مطرح کشور هستن، آقا منوچهر هادی بزرگوار. برادر منوچهر هادی ساعت 8 شب بله. صندلی عقب ماشین بله. تو. بله. دقیقاً. چقدر سینمایی. بله. بعد دیگه من اول خب معرفی کردن و به قول گفتنی منم گفتم با شور و شوق گفتم من نیسان آبی رو نگاه می‌کردم. نیسان آبی برام خیلی جذاب بود. میگن کار خداست اصلا کلاً. و گفتش اگه دوست داری من خب کلاسای آقای هادی رو معرفی کنم، باشون هماهنگ کنم، خب برید سر کلاس و اینها. و منم با شور و اشتیاق گفتم حتما که شد. هفته بعد من تماس گرفتم خدمتشون، آدرس فرستادم و من رفتم آقا منوچهر هادی رو برای اولین بار دیدمشون از نزدیک. خب آقا منوچهر رو خب همه میشناختن و میشناسنشون و من خب دوستشون داشتم چون کاری که ساخته بودن خب خیلی زبون زد مردم بود. زمانی که آقا منوچهر رو دیدم کلا گفتم یه حسی به منتقل شد از آقا منوچهر، گفتم مسیر زندگیت شاید اینجا باشه محمد. میشه این حس قشنگی که اون لحظه شکل گرفت یه ذره برام بازش کنی؟ دقیقاً وقتی دیدیش اونجا چه فکرایی در صدام ثانیه؟ من آقا منوچهر زمانی که دیدم خب خیلی شلوغ بود کلاس، حجم نفرات زیاد بود. بعد من دویدم آقا منوچهر رو بغل کردم. همین اولین دیدار دویدم آقا منوچهر رو بغل کردم. گفتم آقا منوچهر من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی. من با نیسان آبی یعنی واقعا هم عشق کردم کار رو دیدم، هم به قول گفتنی زندگی انگار دارم باهاشون میکنم. و آقا منوچهرم منو بغل کرد و گفتش که از طرف کی اومدی؟ گفتم من از طرف برادرتون اومدم، منو معرفی کردم به کلاساتون. بعد به قول گفتنی این ادامه پیدا کرد و من خب رفتم پیش آقای هادی دیگه. آقا منوچهر گفت بیا مکرر کلاس‌ها رو ببینم اصلا استعداد داری یا نه. حالا کلاس بازیگری بود یا کارگردانی؟ کلاس بازیگری بود. کلاس بازیگری بود که من پیش آقا منوچهر رفتم. تو پیش از این اصلا تو بازیگری و اینها علاقه‌ای در تو وجود داشت؟ استعدادی داشتی یا نه همه چی خیلی اتفاقی بود؟ نه همه چی کلا اتفاقی بود و از دیدن فیلم آقای هادی شروع شد، نیسان آبی شروع شدش که میگن خدا همه چی رو ترتیب میچینه. خیلی عجیبه ها. اصلا خیلی خدا برام به ترتیب چید. مثلا اگه آدم فیلم بازی بودی شاید عشق کارگردانی داشتی یا مثلا تولید محتوای اینستا میکردی میگفتم آره خب عشقشو داشته. ولی اینکه اصلا چیزی رو که فکرش رو نمی کنی به تو داده شد و در جایی که در اوج ناامیدی بودی اون نور امید در زندگی تو تابیده شد. محمد امین به نظر خودت ممکنه خیلی از بیننده ها ببینن بگن شانس آوردی، تو فکر میکنی شانس آوردی یا نه اسمشو چیز دیگری میذاری؟ من به این میگم به خدا اعتقاد دارم. خدا قشنگ میچینه. آدم وقتی که خودش رو یه زمانی وصل کنه به خدا، ارتباط مستقیم با خدا بگیره، خیلی قشنگ برات میچینه. میگم من خیلی ناامید شده بودم، میگم زندگی درصد امیدم به 5% رسیده بود و با اون مسافرکشی خیلی با خدا صحبت میکردم. گفتم خدایا برای منم بچین، منم بذار کنار کسایی که الان مطرحن، بذار کنار کسایی که دارن حرفه‌ای زندگی میکنن، من رو نجات بده. محمد امین یعنی اونایی که خدا رو صدا میزنن و این نقطه امیده در زندگیشون اتفاق نمیفته، خدا صداشون رو نمیشنوه به عقیده تو؟ واقعیتش شاید خب تو ذهن من ارتباط مستقیم نگرفتن. ارتباط مستقیم هم میگم من مداوم به طور مکرر روزها انقدر به هم فشار وارد میشد که من با خدا واقعا صحبت میکردم. شاید نیم ساعت با خدا صحبت میکردم، گفتم خدا بچین برام. واقعا این ادامه پیدا کرد. خب ما میگم این رو از پدرم یاد گرفتم، میگفت جایی که گیر کردی خودتو وصل کن به خدا، کمکت میکنه. شاید دیر و زود داشته باشه ولی بالاخره وصلت میکنه. ولی برای من یه برعکسی که تو زندگیم داشت، به اون عشق نرسیدم و یه عشق جدید به هم اضافه شد که عشق به سینما بود. همین دیدارم با آقای هادی شد. یعنی اون چه که شاید امروز فکر میکنی به صلاح توه به تو نمیدیم، اما ممکنه اون چه رو به تو بدیم که بزرگتر از رویاهای توه و از اونجایی که فکرش رو نمی کنی به تو میرسونیم و دستت رو
میگیریم. رفتی پیش منوچهر هادی، کلاسای بازیگری رو شروع کردی و کم کم چه اتفاقی افتاد؟ پیش آقای هادی رفتم و به قول گفتنی انقدر این کلاسا برام خوب بود. خب آقا منوچهر استعدادیابی میکرد، بچه‌ها اتود میزدن و من شب قبلش که میخواستم اتود جلو آقای منوچهر هادی بزنم خیلی استرس داشتم، خیلی. گفتم باید تو فردا رو بتره کنی که آقای هادی داره شما رو نگاه میکنه از نزدیک و انتخابتون میخواد بکنه، باید بتره کنی شما. که من اصلا تا صبح نخوابیدم، بنابر اون نقشم بود. یه نقشی رو من بعد بازی میکنم، یه سناریویی داده بودن که یک نقش قاتلی بودش که من باید به قول گفتنی چون میکشتم تو خونه و اون نقش رو باید بازی میکردم. تو ذهنیت خودم گفتم محمد امین شب نخواب، کلا بذار داغون باشی، فردا که میخوای این اتود رو بزنی بذار داغون باشی، بی حال باشی. حتی من غذام نمیخوردم، واقعا غذام اون شب نخوردم زیاد. گفتم بذار این حال بدیه تأثیر بذاره روم و واقعا هم تأثیر گذاشت. و وقتی که من استارت کار رو زدم جلوی آقای هادی، دست زدن همه برای من و آقای هادی گفتن یکی از بهترین اجراهایی بودش که من تو این دوره هام دیدم. و از اونجا داستان محمد امین دوستی شروع شد و افتخار این رو داشتم و آقا منوچهر هادی به من اعتماد کردن. در سریال تلویزیونی یزدان استارت کارم رو زدم. نقش آتش نشان داشتی؟ آتش نشان داشتم، نقش امید معماریان رو بازی کردم با آقای پدرام کریمی که اونجا استارت کارم رو زدم و کار کلا شروع شد. و بعدش هم سریال تلویزیونی محصل رو بازی کردم، فیلم آقای هادی بودش و افتخار داشتم با عمو اکبر عبدی هم بازی کردم. روحش شاد. روحش شاد باشه. تجربه بازی کنار آقای اکبر عبدی رو هم داشتی؟ بله. خاطری داری باش؟ عمو اکبر عبدی ما در محصل به قول گفتنی افتخار رو داشتم با عمو اکبر بازی کردم و به قول گفتنی این خاطره خیلی جذاب بود و همیشه الان خودم دارم هی تو ذهنم یادآوری میکنم، میگم عمو اکبر حیف شد، تسلیت بعد بگیم به خنده ایران. و من عمو اکبر رو 1 ماه پیش رفتم بیمارستان دیدمشون. آقای عبدی رو من بیمارستان رفتم، من نزدیک دیدمشون چون تجربه بازی داشتم و ایشون هم منو میشناختن و همیشه به من میگفتش، میگم محمد امین تو استعداد داری یا میرسی به اون هدفه، ادامه بده. و برای من این خب خیلی نقطه عطف و بالایی بود برای من تو زندگیم که شما با اکبر عبدی بازی کردی، عالی جناب اکبر عبدی. محمد امین یه نکته خیلی جالبی گفتی تو حرفات. یه دونه اونجا که داشتی مسافر کشی می‌کردی گفتی که من از خدا از صمیم قلب می‌خواستم که کمکم کنه و یه جای دیگه گفتی که من شبی که اومدم جلوی منوچهر هادی یک نقشی رو بازی بکنم شبش توی نقشم فرو رفتم. من فکر می‌کنم خیلی تو در نقش موفقیت فرو میری و باور می‌کنی اون چیزی رو که قراره به تو داده بشه. یعنی همونطور که اون شب قرار بوده شاید بری اون نقش بازی بکنی بدون پیش زمینه ذهنی گفتی بذار نخوابم امشب. یعنی تو کلا آدمی هستی که رویاهات و خواستهات رو با تمام وجودت انگار باور میکنی، درسته؟ بله. و این چقدر تأثیر داره به نظر تو در رسیدن به اهداف خودمون؟ این به نظر من خب زمانی که شما به قول گفتنی تو نقشت فرو بری و خودت رو در همون لحظه بگی من خب تو اون جایگاه الان هستم، خب این خیلی به شما کمک میکنه، انگیزه به شما میده، روحیه بالایی به شما میده که بخوای به طور مثال اون نقش رو اصلا بازی بکنی. یا اصلا تو زندگی های خودمونم همینطوره. ما به قول گفتنی خب خیلی از کسا رویاهایی رو دارن و میتونن اون تصویرسازی که تو ذهنیتشون داشته باشن رو بهشون روحیه بده، انگیزه بده که ادامه بدن اون هدف رو. خب وقتی که شما این کار رو نکنی، خب از نظر خود بنده اینجوریه، خب وقتی که میگم این کار رو نکنم نمیتونم لمسش بکنم، نمیدونم تو اون جایگاه رسیدن چه حسی داره، میخوام اون حسه رو درک بکنم از الان و زمانی که به اون نقطه رسیدم قشنگ بگم خب اینو تجربهش کردم، این شد تجربه زندگی من. خب این برای من خیلی
جذابه. کلا تو زندگیم دقیقاً تصمیم گرفتم که اینجوری برم جلو و استارتم هم از همون شب شروع شد. استارت، حالا نمیخوام از خود تعریف باشه، استارت موفقیت محمد امین دوستی از بازیگری شروع شد و بعد به سمت کارگردانی رفت. بگو برام. من خب به قول گفتنی اولین کارمو که کار سینماییمو ساختم خب فیلم سینمایی آچارکشی بود و به قول گفتنی خب خیلی علاقه داشتم که خودم یه کارگردان خیلی خوبی هم بشم. دوست داشتم همچین چیزی. گفتم خب داری بازی میکنی، خب به این نقطه هم برسی خیلی خوبه. و کلا عشق به کارگردانیه تا بازیگری خیلی زیاد شد. گفتم من باید بشم جوانترین کارگردان ایران، یعنی سینمای باید بشم. این بایده خیلی بهم کمک کرد. گفته باید بشی. خب خیلی حرفه، یه کارگردان باید خب یه تهیه کننده داشته باشه. من اصلا تهیه کنندم رو از رفیقهای خودم انتخاب کردم. یعنی اینکه ما خب یه دوستیای دیرینه، خب بچه محل بودیم توی محلی. خب من خب با افتخار من محلم بچه تهران پارس هستم. اونجا اصلا باعث شدش که یه بچه محلی پیدا بکنم که اونم علاقه به بازیگری داشت. من یه پیشنهادی رو بهشون دادم، گفتم که به قول گفتنی بیا کاری رو شروع بکنیم با هم دیگه. و اون اعتمادی که به من داشت، خب اون نقشایی که بازی کرده بودم و من رو دیده بود، گفت حتما. و اومد یک سرمایه رو گذاشت و شروع کردیم. من تهیه کننده هام تمام شخصی بودن تا الان و این باعث شدش که محمد امین دوستی کاراشو به ترتیب شروع بکنه و رو به جلو بره. یکم از کارات بگو. اولین کاری که کلا چند تا کار کوتاه ساختی، چند تا سینمایی؟ من 8 تا کار کوتاه ساختم، 9 تا کار سینمایی ساختم و کار فیلم سینمایی آچارکشی، فیلم سینمایی چند لحظه انتظار، فیلم سینمایی پایان عشق و فیلم سینمایی سطح 1 که الان سطح 1 خیلی بولد شده الان و ایشالله هم که رو پرده سینما خواهد رفت به زودی و مردم هم مشاهده میکنن این کار رو. و در انتهای شب و به قول گفتنی خانه ام، این از جمله کارهای من بوده، کاری که خودت ساختی. بله. بعد اینکه تو این مسیری که می‌خواستی کارگردان بشی کسی حمایتت کرد به جز دوستا و اطرافیانت که تهیه کنندت شدن؟ من در کل تو زندگیم میگم اول خدا، بعد آقای منوچهر هادی که دستبوسشم و همیشه دستبوس آقای هادی هم و کلی ازش یاد گرفتم و هیچ وقت من رو رها نکردن ایشون. و هر از استاد خوبی داشتی. بله. خیلی خوبه استاد خوب داشتن، چون خیلی وقتا ما این بچه‌ها خیلی مستعدن ولی شاید اساتیدشون اینها رو مایوس میکنن از مسیر خودشون. اما تو یه استادی داشتی که استاد به تو انگیزه داده، امید داده و کنار تو بوده. این دیگه به نظرم فراتر از درجه استادیه. و خدمت عرض کنم که چطور بود تجربه اول فیلم سازید؟ یعنی آیا هادی به تذکر نداد که سخته بابا تو این بازیگری بمون اینجا موفق میشی یا نه؟ کاملا تو رو هل داد و تو تونستی؟ آقای هادی همیشه تو کلاساشون همیشه میگفتن که شما زمانی موفقید که برید اصلا یه دونه کار 2 دقیقه‌ای بسازید، بیارید من ببینم اون کارو شما ساختید اصلا با گوشی. که به قول گفتنی خب این یه صحبت آقای هادی رو من خیلی تأثیر گذاشت که به قول گفتنی به من گفتش که اصلا برید جلو و موفق بشید. تا آقای هادی اینجوری بودش که حتی فیلمی رو بازی میکنید اصلا به من بگید این فیلمو دارم میرم بازی کنم، کمکتون بکنم. و اون فیلم نامه خب آنچنان پتانسیلی رو داشته باشه، حالا چه میخواید بسازید چه میخواید بازی بکنید. و صحبت آقای هادی رو من خیلی تاثیر گذاشت و اصلا میگم نقطه استارت محمد امین دوستی که کار سینمایی رو شروع کرد ساخت آقای منوچهر هادی بود. صحبتاش رو من تاثیر گذاشت. گفت همتون میتونید، چیزی نشد نداره و همون چیزی بودش که تو ذهنیت من بودش، چیزی نشد نداره و باعث شدش که من اون کار رو بسازم و خیلی حمایتم کردن آقای هادی، خیلی حمایت کردن و من از منوچهر هادی زندگی یاد گرفتم. حرفه‌ای زندگی کردن رو از منوچهر هادی یاد گرفتم. چجور تجربه بود اولین کاری که ساختی؟ شور و اشتیاق زیاد داشتم به عنوان کارگردان. خب بازیگرانی که اصلا اومده بودن تو کار من بازی میکردن خب شاید میگفتن جوونه، آنچنان تجربه رو نداره
ولی خب میدونستن که شاگرد منوچهر هادی هم خب منوچهر هادی به من یاد داده و از ایشون یاد گرفتم. این برام انگیزه بالایی رو داشت که میگم محمد امین درست کارگردان جوونی اولین کارت داری میسازی و اصلا شاید گمنام باشی، 100% هم این بود، گمنام بودم، ولی گفتم تنها روشنایی که تو دل من بود این بودش که منوچهر هادی رو تو زندگیت داری. خب من کاشکی هم همه این دهه 80 ها یه منوچهر هادی تو زندگیشون داشته باشه. ندارن خیلی از دهه 80 ها. دارن؟ خیلی ها ندارن، ولی به نظر من میتونن پیدا بکنن. درسته آقای هادی، من همیشه میگم آقای منوچهر هادی یکیه، یک شخصه که کلن ازش به نظر من پیدا نمیشه و به قول گفتنی خب خیلی ها هستن میتونن در واقع باشن و خیلی کمک بکنن. میگم کاش که همیشه تو زندگی های تمام این دهه 80 هایی که خب سن و ساله خودمون هستن یه منوچهر هادی داشته باشن که دستشون رو بگیره و استعداد شکوفا بکنه. من نمیگم حالا استعداد دارم، ولی به قول گفتنی استعدادهایی هستن تو همین سینمای ما که خیلی گمنامن و شاید این افراد رو شما در صحنه‌های تئاتر ببینید. خب تئاتر در کل آنچنان بازدیدی رو نداره و خیلی‌ها با مبلغ کمی اون شغل رو انتخاب کردن و به عشقشون دارن میرن اونجا و اون صحنه رو بازی میکنن. تا حالا شده به یه بازیگری رو بندازی برای اینکه بیاد تو سریالت که فیلمت بازی بکنه و بگه تو کی هستی بابا، من اصلا با گنده تر از توش کار کردم نمیام تو کار تو، یا قلب تو بشکنن یا یه رفتاری بکنن که بگی چون جوونم دارن با من این کارو میکنن و ناراحت بشی از این رفتار یا خیر؟ من واقعیتش فکر میکنم تا الان برام این اتفاق نیفتاده که مثلا بازیگری اینجوری بخواد منو مثلا ناراحت بکنه که بگم چرا نیومده شد. ولی به قول گفتنی خب من بازیگرایی که خب کار کردن با من ماشاءالله یه تریلی اسمشون رو نمیکشه. خب انقدر رزومه بالایی دارن که من همیشه گفتم زنگ می‌زدم خودم به بازیگرام، گفتم تو کارهای من مثلا افتخار دادید و تشریف آوردید، همیشه میگفتم من ازتون یاد میگیرم. درست کارگردان من هستم، خب فرمانده کار کارگردانه دیگه. گفتم من یه چیزی ازتون یاد میگیرم. محمد امین دوستی مثل کسی دیگه نیستش که بگه مثلا اینجوری برید جلو، به این نحو برید جلو. من واقعا یاد دارم میگیرم. من همیشه تو ذهنیت خودم میگم محمد امین تو جمع بزرگا کوچیک باش که بزرگ بشی، یعنی تجربیاتت بره بالا، بزرگ بشی، این کمکت میکنه و واقعا همین بودش. خب خیلی از بازیگرا به من کمک کردن و جا داره اسمم ببرم. استاد مختار سائقی، خانم بختیاری، بهنوش بختیاری و خب خیلی کمک کردن. درسته تو فیلم های من بازیگرای چهره‌ام بودن ولی خب کمکم کردن. خب این برای من خیلی قشنگ بود، خاطره قشنگی بودش که محمد امین شما این کار رو ساختی و در واقع این دوستان به تو کمک کردن، به تو یه چیزی رو یاد دادن. من همیشه همینم و به قول گفتنی هم این شدش که حالا دارم کارا رو خدا رو شکر فکر می‌سازم. میکنم نقطه قوت زندگی تو اینه که آدمای خوبی سر راه زندگیت قرار میگیرن. یعنی تو کمتر پیش اومده کسی بهت ضربه بزنه یا به خاطر رو زمین بزنه یا ناراحتت کنه در این حرفه، درسته؟ تو این حرفه خب از جهت دیگه من ضربه خوردم، از جهت بازیگر نبوده. من خب زمانی که این کارمو ساختم خب شدم کارگردان جوان ایران، سینمای ایران. خب خیلیات من خودم اینجوری احساس کردم. خب واقعا چیز دیگه‌ای به ذهن آدم نمیرسه. وقتی میخواستم به من ضربه بزنن شده بودش که طرف زنگ زده بود برای یک کار، من یک کار سینمایی داشتم میساختم، زنگ زده بودم به یکی از بازیگرای چهره من که خانم فلانی سر این کار این آقا نرو. خب من اینو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا با من دارید دشمنی میکنید؟ من که محمد امین دوستی به قول گفتنی داره رک و راست داره میره جلو و به قول گفتنی من بحث رقابت با هیچ کسی رو ندارم. همیشه
کارگردان هایی که در واقع هستن، من همیشه میگم ما شاگرد شما هستیم و از شما یه چیزی یاد میگیریم. ولی خب من از بیرون داشتم میخوردم که کلا نمیدونم اسمشو حسادت بذارم، اسمشو رقابت بذارم، ولی در کل من محمد امین دوستی نه حسادت داره نه رقابت داره، هیچی نداره. فقط تنها چیزی که تو این حرفه در کل یاد گرفتم اینه که محمد امین دوستی میتونه حرفه‌ای زندگی بکنه و به کار خودش ادامه بده و با هیچ کس کار نداشته باشه. من میتونم برای خودم رزومه جمع کنم، نه برای دیگران. یعنی رقابتی تو زندگیم وجود نداره. یه جمله قشنگی هست میگه با رقیبت رقابت کن، با دشمنت بجنگ، اما از آدم حسود فرار کن. چرا اینقدر تو دنیای امروز حسادت زیاد شده محمد امین؟ چی کار باید کرد؟ چرا آدم ها به نظرت این مدلی شدن؟ به نظر من خب اون سری از آدم ها که مثلا اون دسته از آدم ها که خب حسادت میکنن خودشون هم کارهایی رو دارن که انجام بدن، ولی وقتشون رو کلن صرف این میکنن که بذار من این آدمه رو یه جوری بزنمش زمین که خودم برم بالا. ولی اینجوری نیست واقعا. شما این کار رو انجام بدی خودتو بیشتر خراب میکنی و خودت به اون اهداف نمیرسی. و زمانی که خب این حسادت به وجود میاد اینه که خب میخواد طرف جای اون فرد باشه. خب شما که زمانی که میخواد جای اون فرد باشی میتونی از طریق یه راه و روش خاصی داره، میتونی شما هم بجنگی مثل اون طرف، میتونی زندگیش رو سپری بکنی. من به نظر من میگم زمانی دوست دارم خب هر انسانی یک الگویی تو زندگیش داره. خب مثلا من الگوی من منوچهر هادیه. خب من گفتم استاد هادی خب 100% همه خب یه سختی هایی رو داشتن و طی کردن. خب اون سختی ها رو شما میتونی طی بکنی، لمسش بکنی، بگی اون فرد چجوری به چه صورت به اون نقطه از هدفش رسیده. به نظر من حسادت واقعا یک کار اشتباهیه که ما افراد داریم انجام میدیم و ما نباید این کار رو انجام بدیم. و به نظر من رقابت ما داریم تا رقابت. یک رقابت درست داریم، یک رقابت اشتباه داریم. رقابت امکان داره نهایتش به دشمنی برسه، به کینه برسه، ولی ما رقابت داریم، رقابت دوستانه هستش که اون رقابت خیلی به نظر من خودش یه انگیزه ای رو میده، اون رقابتی که دوستانه باشه. ولی ما رقابت کینه‌ای و دشمنی کلا بحثش جدا میشه. یعنی آدم حسود اگر اون انرژی رو بذاره پای موفقیت خودش دیگه نیاز نیست به کسی حسادت. دقیقاً. با همون انرژی، با همون میزان تمرکز میتونه در کاری که دوست داره موفق بشه. و لزوما اگر شما به من حسادت میکنی اما خوشت نمیاد بخوای به من ضربه بزنی بر علیه من کاری بکنی، لزوما ممکن نیست که من رو نابود بکنی. که من مطمئنم هیچ کسی نمیتونه یک آدم دیگری رو زمین بزنه محمد امین. یعنی خیلی وقتا آدم‌های حسود یه کارایی در زندگی ما میکنن که بیشتر ما رو در مسیر درست قرار میدن. دقیقا. یعنی من جایی اگر مورد حسادت قرار گرفتم باید بدونم که من مسیرم درسته که این آدم‌ها سر راه من هستن. من راهم رو دارم درست میرم که این آدم‌ها با سلاح حسادت جلوی من ایستادن و میخوان به من ضربه بزنن. سوال بعدی من از تو اینه که اول برنامه گفتی که من به خاطر پول نتونستم به اون چه که میخوام برسم و میتونستم یه بازیکن خیلی موفقی بشم در فوتبال. چقدر خودت انصافاً چقدر خودت به جوونا کمک میکنی، به آدما کمک میکنی که اگر استعداد دارن بیان دیده بشن، ستاره بشن، در کارهای تو بازی بکنن، حتی اگر پول نداشته باشن، حتی اگر پدر مادر پولدار نداشته باشن. من به قول گفتنی خب همیشه چون خودم این رو تجربه کردم، بی پولی رو تجربه کردم، لمس کردم واقعا. برای همینم کسانی که میان پیش ما مثلا طرف خب استعداد داره، ما باید استعداد شکوفا بکنیم. خب این چیز رو من تو مکتب آقای هادی یاد گرفتم، استعداد شکوفا کردن رو یاد گرفتم و واقعا من بر اساس استعداد واقعا کمکشون میکنم. و بعضی از افراد هم هستن
خب طرف استعداد نداره ولی اون عشق رو داره و زمانی که من میدونم این عشق رو داره استعداد رو نداره، من خیلی خودمم کمکش میکنم. میگم شما میتونی به صورت حرفه‌ای بیای جلو و یادش بگیری. الان همه دارن یاد میگیرن. محمد امین، بعضی از آدما ادعا دارن، فکر میکنن استعداد دارن. تا حالا با همچین آدمی برخورد داشتی؟ بله من آره خیلی کسا بودن که ادعای استعداد داشتن که من واقعا خیلی خودم میتونم بهتره کنم، ولی خب زمانی که ما این افراد رو میبینیم، خب میسنجیمشون، میبینیم نه این استعداد نیست، این معرفی از رویاهای خودشون هستش. خب طرف تو رویاهایی که تو ذهنیتش داره میاد میگه من واقعا استعداد دارم که مثلا ما انتخابش بکنیم و استعداد رو نداره. ولی به نظر من خیلی قشنگه که اون فرد بیاد بگه من نمیدونم استعدادی دارم یا نه، اومدم پیش شما من رو بسنجی و اگر کوتاهی داشتم تو این مسیر به من کمک بکنید. همینجوری هم ما این کارو کردیم. من میگم الانشم خب تو رزومم 9 تا کار سینمایی هست، باز هم کار دارم الان میسازم، میگم یاد میگیرم، من از رفیقم یاد میگیرم. این خیلی قشنگه به نظر من. کسانی که تصور و بعضی هم هستن که میگن آقا واقعا استعداد داره طرف، خودش این رو درک کرده که استعداد داره، ولی بعضی هم نه. و ما میتونیم حتی اون کسی که استعدادم داره باز نمیتونه مثلا بگیم خیلی کامله. همه ما انسان ها کامل نیستیم. یعنی استعدادش هم یه حدی داره. بله، اینا تمامش استعدادها یه حدی داره که بخواد خب رول داره. من مثلا استعدادم شاید تو یک زمینه‌ای باشه از مثلا بازیگری و آنچنان کامل نباشه، من نیاز دارم باز یاد بگیرم که کامل کنم خودم رو. و خیلی از کسا مثلا الان در رده استادی هن، باز طرف که استاده و همه ما میدونیم طرف محبوبه مشهوره، ولی خودشون میان میگن که آقا من باز نیاز دارم یاد بگیرم. من شاید از یه بچه کوچیک، من واقعیتش این برام اتفاق افتاد، سر صحنه بودم از یک بچه یاد گرفتم، از یک بچه‌ای که 10 سال 11 سال سن داشت، یک دیالوگی گفت من یاد گرفتم ازش. هممون میتونیم اینجوری یاد بگیریم. خب شاید ما پیش خودم میگیم بچه است داره خب هر چیزی میگه، ولی ما میتونیم یاد بگیریم، یک چیزی رو برداشت بکنیم، به اطلاعاتمون اضافه شه، تو زندگیمون کمک بکنه. این خیلی قشنگه برای ما. اینو گفتی یاد یه جمله از خسرو شاهی افتادم. میگفت که من هر زمان که وارد استودیو میشم و پشت میز دوبله میشینم و میخوام یک نقشی رو بگم یا رولی رو بگم، کماکان استرس دارم، چون هنوز با این همه سال تجربه کار گویندگی و این همه خاطره ساختن برای مردم احساس میکنم هنوز کامل نیستم و هنوز دارم یاد میگیرم. و این خیلی جالبه. آدمیزاد هر جایی که احساس بکنه دیگه رسیده، دیگه تموم شده، دیگه همه چی رو بلده و فکر کنه الان من دیگه تهشم، دقیقاً همونجا میتونه نقطه پایانش باشه. دقیقاً. و آدمی که همیشه در صدد یاد گرفتن باشه، همیشه بخواد یاد بگیره، خودش رو ارتقا بده، میتونه واقعاً پیشرفت بکنه. کما اینکه محمد امین، من فکر می‌کنم در هنر اصلا تهی وجود نداره که کسی بتونه همه چی تموم بشه. اصلا کسی که میگه من همه چی تمومم، اتفاقا این آدم ضعف‌های زیادی داره. فکر میکنی نسل دهه 80 توش ستاره‌هایی میتونه بیاد که این وضعیت نشاید خوب سینمای ایران رو دستخوش تغییر بکنه؟ یعنی بچهای نسل جدیدی که مثل شما اومدن چقدر برای آینده سینمای ایران برنامه‌ریزی میکنن؟ آیا صرفاً از اون چه که پیشینیان براشون گذاشتن وام میگیرن، یا اینکه نه برنامه دارید که واقعاً سینمای ایران رو مثلا یه تغییراتی توش بدید؟ چون الان مثلا تو همین خاورمیانه اگر نگاه بکنید، در آسیا اگر نگاه بکنید، مثلا چین، کره، هندوستان، اینا خیلی سینماهای قوی دارن. یعنی چین الان خیلی داره تو فیلم سازی خیلی حرفه‌ای عمل میکنه. آیا واقعا فکر میکنی تو ذهنت که چندین سال بعد محمد امین دوستی بتونه سینمای ما رو یه مقدار لول اپ بکنه یا نه؟
واقعیت داستان اینه که متولدین 80 از نظر خود بنده از اونجایی که واقعا 80 پیش‌فعالن به نظر من، عجولن، این عجولیتشون باعث پیش‌فعالیشون میشه. به دلیل همین میتونن یه تک برن این مسیرشون رو جلو، ولی 80 یا شاخه به شاخه هم میپرن. به نظر من این شاخه به شاخه پریدنه زندگی حرفه‌ایشون رو که در آیندهشون هست کند میکنه، چون خودم این رو تجربه کردم، کند میکنه واقعا. یعنی میگی باید تمرکزشون رو بذارن روی یه چیز، تمرکزشون روی یه چیز باشه، خیلی به نفعشون هستش، مثبت به ثمره براشون که به اون نقطه هدف برسن. من خودم الان دوست دارم بعضی اوقاتم زنگ میزنم میگم آقای هادی کلاس هستید؟ من بیام سر کلاس بشینم، میخوام بشینم فقط صحبتاتون رو گوش کنم. خب من پیش خودم میگم دو تا چیز یاد بگیرم. ما دهه 80 ها میتونیم از گذشته های خودمون هم میتونیم از بیوگرافی هاشون یاد بگیریم. واقعا ما این پتانسیل رو داریم. دهه 80 اصلا کسی رو قبول ندارن. من یه نقدی بکنم، خیلی از دهه 80 میگن که چرا به بزرگترها احترام بذاریم؟ چرا؟ آقا من میگم احترام بذاریم. اگر کسی به ما بی احترامی کرد در جلوش مثل خودش کرنش بکنیم و جلوش بایستیم، نه اینکه صرفاً به هر بزرگی به صرف اینکه بزرگتر ماست و ریش سفیده احترام نذاریم، چون به ما اینجوری یاد دادن که نه، هر بزرگتری به صرف بزرگتر بودنش در واقع قابل احترام نیست. یه سری شعارها رو بچه‌های دهه 80 دوچار شاید کشفهمی شدن در موردش. مثلا یکی از مسائل همینه، شاید یکی دیگر از مسائلی که باش دست و پنجه نرم میکنن، چون من خیلی باشون درگیرم تو کار خودم، حالا به واسطه مختلف سعی میکنم باشون کار بکنم. واقعا محمدم این احساس میکنم این بچه‌ها هنوز به جایی نرسیدن، احساس میکنن همه قله ها رو فتح کردن و این شاید بزرگترین آفتی که در دهه 80 وجود داره. چه چیزی رو یه دهه 80 اگر بتونه در خودش حذف بکنه به عقیده تو میتونه موفق بشه، و چه چیزی رو در درون خودش، چه صفتی رو اگر داشته باشه میتونه آفت زندگیش باشه برای موفقیتش. به عنوان یه دهه 80 بگو، نه به عنوان یه کارگردان، نه به عنوان اینکه خودت رو یک آدم موفق میدونی. به نظر من خب از اونجایی که گفتم دهه 80 خب خیلی آدم‌های عجول و خیلی آدمایی هستن که دوست دارن یک شبه مثلا یه قله رو فتح بکنن. بله دقیقاً درسته حرفای شما که مثلا یک دهه 80 میگه خب من کاملم، انسان خیلی کاملی هستم و هیچ ایراد و هیچ چیزی ندارم من. ولی به نظر من دهه 80 رو میتونن تنها کاری که بکنن این باشه که خودشون رو آنچنان بالا نبینن، یعنی به صورت این باشه که آدمی باشن که نیاز به اطلاعات دارن، نیاز به کسب علم دارن، نیاز به کسب تجربه دارن. خب ما همیشه دوست داریم بگیم فلانی خب تجربیاتش بالا، خب منم تجربه دارم دیگه، طرف مدرکش لیسانس منم لیسانسم. خب ولی این نیستش. خب یک تفاوتی وجود داره بین این. خب شاید اون طرفی که به قول گفتنی ما داریم ازش صحبت میکنیم شاید خب از لحاظ سنی خیلی بزرگتر، تجربه زیستی بیشتر از ما داره، 10 تا 20 تا پیرن بیشتر از ما پاره کرده. ما میتونیم از اون طرف، از اون فرد برداریم تجربه کسب بکنیم. آقا شما این مسیر رو رفتی جلو، به چه بنبست هایی خوردید که ما هم اون رو رعایت بکنیم؟ خب تو زندگی هممون یک جور بنبست هایی وجود داره که شاید آدم رو ناامید بکنه، مخصوصا تو متولدین دهه 80 اینجوری هستش، خیلی سریع ناامید میشن. چرا این باعث میشه این ناامیدی؟ چون به خاطر اینکه رویاهایی که تو ذهنیتشون ساختن، رویاهاشون خیلی درست بزرگه ولی خودشون هم تو اون نقطه قرار دادن. به نظر من میتونن اون متولدین 80 اون رویاهاشون رو بسازن. رویا پردازی خیلی چیز قشنگیه، خیلی تصویرسازی خوبیه، ولی به قول گفتنی طرف میتونه بگه من باز نیاز دارم یک چیزی رو تجربه بکنم یا یک چیز رو کسب بکنم، به اطلاعاتم اضافه بشه، بعد شروع بکنم. خب من خودم این کار رو انجام دادم که به قول گفتنی افتادم رو دور مسیر پیشرفتم.
اگر منم یک جوری بودم که مثلا میگفتم من انسان کاملی ام، اصلا نیاز به هیچ کلاسی ندارم، از هیچ کسی تجربه کسب نمی‌کنم، خب این باعث موفقیت آدم نمیشه. بخوام شاخه به شاخه بپرم، این شاخه به شاخه‌ای که گفتم دلیلش این میشه، پله بعدی این داستان میشه. پله کجا میشه؟ پله جایی میشه که طرف خودش رو آدم کامل میدونه، میگه من میتونم تو هر کسب و کاری، تو هر مثلا زمینه میتونم در واقع دخالت بکنم، میتونم اون کار رو انجام بدم. ولی طرف نمیدونه، اون متولد دهه 80 نمیدونه که باید در رابطه با کاری که میخوای تو انجام بدی باید یه چیزی رو، یه کسبی رو داشته باشی، یک کسب تجربه بکنی، بعد اون رو لمس بکنی، بعد اون رو اجرا بکنی. خب این نیازمند یک پیش زمینه‌ای هستش. ولی ما دهه 80 عجولیم، میگم آقا بریم تو ادامه کار، خب حالا یه چیزی یاد میگیریم. ولی این نمیشه، این باعث شاخه به شاخه پریدن ما میشه. ولی وقتی که شما یک چیزی رو تجربه بکنی خیلی قشنگتر میشه که به قول گفتنی بری جلو، اون باعث موفقیتت میشه. میگی من این رو تجربه کردم، این رو یاد گرفتم از خیلی از افراد و میتونم مسیرم رو پیدا بکنم. این باعث میشه که مسیرت رو شما پیدا بکنی. یعنی من این کار رو انجام دادم و مسیرم رو پیدا کردم. آدم میتونه از یک بچه کوچیکم 2 تا چیز یاد بگیره. بچه‌های کوچیک خب ماشاءالله مثل ضبط صدا میمونن، اینجوری بگم خیلی بهتره. خیلی چیزا رو میتونن بگن بدون فیلتر. زمانی که اینا رو میگم خب 2 تا چیزم آدم یاد میگیره. من خودم اینجوریم. خب زمانی که یه جا قرار میگیرم، پایین‌ترین سن، بالاترین سن اصلا برام زیاد آنچنان از لحاظ احترام چرا، ولی از لحاظ صحبت همیشه گوشام رو تیز میکنم ببینم خب 2 تا چیز من میتونم از ایشون یاد بگیرم، تو تجربیات خود من تأثیر میذاره. محمد امین، اگر کل زندگیت رو و اون چیزی که تا امروز یاد گرفتی رو تبدیل به یه فیلم سینمایی بکنی و الان بخوای این فیلم سینمایی رو بر ما خلاصه بکنی در یک جمله، تمام اون چیزی که پشت سر گذاشتی و فکر می‌کنم الان تازه اول کاری، تا همین نقطه‌ای که الان هستی، این چند سالی که تجربیات مختلفی داشتی و بالاخره به نوبه خود موفقیت بزرگی داشتی که تو این سن و سال تونستی با بازیگرهای خوبی کار بکنی، فیلم بسازی، به عنوان جوان‌ترین کارگردان سینما شناخته بشی، این جمله چیه؟ این جمله چیه که می‌خوای اینو هدیه بدی به همسن و سالای خودت، کسایی که عشق سینما، کسایی که عشق بازیگریان، عشق کارگردانیان و شاید یه روزی میخوان جا پای تو بذارن؟ به نظر من میتونم این رو اینجوری بگم، در ناامیدی بسی امید است. این خیلی قشنگ‌تره. خب این خیلی کمک میکنه. چرا؟ چون گفتم ما ناامیدیم. ناامید بودن باعث این میشه که خیلی ضعف بکنیم، خیلی به یک چیزهای بزرگ فکر نکنیم. اگر بخوام یک فیلم سینمایی در رابطه با این قضیه بسازم، خیلی قشنگتر بگم تو کوچه ما هم عروسی میشه. این خیلی قشنگه. تو کوچه ما هم یه زمانی عروسی میشه و ما میتونیم ناامیدی هایی که داشتیم رو پشت سر بذاریم و یک کوچه‌ای برای ما روشن بشه. خیلی هم عالی. چیزی هست که دوست داشته باشی راجبش حرف بزنی و چیزی که شاید تا جایی نگفته باشی و اینجا بخوای چیزی راجبش بگی یا خیر؟ والا من خب از اوایلی که به قول گفتنی میخواستم سینما رو خب شروع بکنم، حالا قبل اینکه اصلا با آقای هادی آشنا بشیم، یعنی تو کلاساشون آشنا بودیم، یعنی تو کلاساشون شرکت بکنیم، من خب سر یه صحنه‌ای بودم، خب هنوز که هنوزه به دل گرفتم این رو، هنوز که هنوزه، یعنی هر جا، یعنی 10 سال دیگه هم بگذره باز اینو من به یاد میارم. خب سرش خب خیلی قصه خورده. سر صحنه‌ای بودیم که ساعت 4 صبح کار آف شد و محمد امین دوستی که بی پول بود و تازه اومده بود تهران و کلاً هیچی نداشت، رفیقی هم نداشت، به قول گفتنی من اونجا انقدر اشک ریختم، گفتم تو چرا اینجوری هستی؟ یه ذره با خدای خودم، خدایا چرا من اینجوری ام الان؟ چرا همسن و سالای من بعضیشون رو میبینم دارن به خوبی زندگی میکنن، چرا من باید اینجوری باشم؟
این بدرفتاری ها رو ببینم. خب 4 صبح بود، بازار شاپور، پرنده پر نمیزد، همه مغازه قفل. تو حال و هوای خودم بودم، اشک میریختم، با خدای خودم داشتم صحبت میکردم. یکی دست گذاشت رو شونه من، برگشتم یه نگاه کردم و اینا، دیدم یکی بازیگر چهره سینما، آقای استادی بودن. بعد گفت جوان کار تموم شده، تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم والا آقا استادی من نه پول دارم که برگردم، مترو هم که الان این ساعت باز نیست. و دستم رو گرفت بلندم که بشین تو ماشین من خودم میرسونمت. این خیلی برام قشنگ بود. مثلا برام هم جای سوال بودش که آقای استادی تو چه رولی، من تو چه رولی، ولی دیدم انقدر دل پاکی دارم و اصلا مونده تو دلم واقعا. و زمانی که راجع به این قضیه اصلا بهش فکر میکنم و تو اون فضا قرار میگیرم، میگم خیلی سختی کشیدی. و به قول گفتنی خب ما باید از اساتیدهای خودمون تو سینما ازشون واقعا یاد بگیریم. خیلی ها میگن دستبوس پیشکسوت هامون بشیم و من خودم واقعا این رو تجربه کردم، بر همینم این مورد رو گفتم. ما باید واقعا قدر پیشکسوتامون رو بدونیم، تجربیاتشون رو ازشون یاد بگیریم واقعا. یعنی دستبوسی برای این خیلی قشنگ‌تره به نظرم. خیلی عالی، ممنونم ازت. خیلی صحبت خوبی بود و فکر میکنم برای خیلی ها بتونه صحبت‌های تو الهام بخش باشه محمد، و خیلی ها بتونن شاید اون ناامیدی که الان دارن باش دست پنجه نرم میکنن رو کنار بذارن و همیشه منتظر اون دسته باشن که یه روزی میاد روشونه‌شون. من فکر میکنم دقیقاً آدمیزاد همون نقطه‌ای که شاید فکر میکنه به ته خط رسیده و پایان زندگیشه، شاید فقط باید یک مقدار دیگه صبر بکنه و دقیقاً همین یک مقدار صبره میتونه اون رو وارد اون مسیری بکنه که بعد میگه این مسیر در زندگی من معجزه کرد. یه تصویری هست خیلی جالب، نشون میده طرف به یه کلنگ بزنه به گنج میرسه، اما دقیقاً همون نقطه‌ای که باید کلنگ آخر رو بزنه دست میکشه و زندگیش به پایان میرسه. پس اگر هنوز جوونیم، اگر هنوز رویا داریم، اگر هنوز آرزو داریم و الان نشده، لزوما قرار نیست همیشه نشود. شاید دقیقاً همون لحظه هایی که احساس میکنیم ما بدبخت ترین آدم دنیاییم، ما ناامیدترین آدم دنیاییم، همه خوش شانسن الا ما، شاید با یک مقدار صبر همه چی حل بشه و به قول تو پایان شب سیاه سفید است. یا به قول امیر تتلو تو کوچه ما عروسی میشه، امیر تتلو گفته بود یا تو یکی از آهنگاش فکر کنم گفته بود. خیلی ازت ممنونم. امیدوارم که حرفی رو دلت نمونده باشه که نزده باشی و بعد بگی ای کاش اینو تو این برنامه میگفتم. همه چی گفتی؟ من والا 2 موردم هستش اگه حالا اجازه برنامه تایمینگش باشه. به قول گفتنی خواستم از پدر مادرم تشکر بکنم، چون پدر مادر کسانی هستن که تکرار نمیشن و من خب هر شب خب خیلی برام جالبه این که مادرم زمانی که زنگ میزنه خب چشم انتظار منه که من برسم خونه. یه دونه ای؟ من یه پسرم و یک خواهر دارم. یه خواهر داری. ولی به قول گفتنی اون جایی که خب مادر پدرن دیگه، خب قند تو دلشون آب میشه، دور سرشون هم بگردم، دستشون رو میبوسم از اینجا، چون خیلی هم یاد گرفتم ازشون طرز زندگیمو و خب سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم. ازشون تشکر میکنم و خواستم اینم بگم که انشالله یه خدا بهمون کمک بکنه، یه کار سینمایی هم داریم میسازیم ما به نام یک قدم تا دردسر. سینمای کمدی هستش که تمام اکثر بازیگرای سریال پایتخت هم تو کار ما هستن و به قول گفتنی این رو که عرض کردم میخواستم بگم که جوونهای ما اصلا ناامید نشن و به اون نقطه هدفشون میرسن. ما هم خودمون کامل نشدیم هنوز، نیاز به کامل شدن داریم. خیلی هم عالی، سپاسگزارم. و یه چیز جالبی که در مورد وجود داره که خیلی کار اجتماعی زیاد میسازی و احتمالاً آدم دغدغه‌مندی هستی و امیدوارم که واقعا خودت با پتانسیل و ظرفیتی که داری کارهایی تولید بکنی که شاید دردهای
جامعه ما رو نشونه بره و سعی بکنه مرهمی براشون باشه و بتونه مشکلاتی که وجود داره رو حل بکنه. ازت خیلی ممنونم، برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که بهترین اتفاقات برات بیفته، کلی فیلم خفن بسازیم ما کیف کنیم. میگیم محمد امین دوستی رفیق ما، عزیز ما، یه کار خیلی خفن ساخته. مراقب خودت خیلی باش. خیلی مخلصیم. همه رو گفتی دیگه. عزیز قربونت برم. تشکر میکنم، تو رو به دستان پرقدرت پروردگار میسپارم. از همه شما بیننده های عزیز برنامه نجات هم تشکر میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، بدرود.